این ویدیو رو با دقت نگاه کن. شاید فکر کنی این قطرات آب رو با دوربین حرفه‌ای ثبت کردم که همچین جزئیات بالایی ازش ثبت شده، ولی خب باید بگم کار گوشیه. یا حتی این عکس‌ها رو نگاه کن، مطمئنم دیوونه میشی، مغزت سود میکشه از بس جزئیات عکس‌ها بالاست، عکس‌ها با کیفیتن و وضوح بی‌نظیری دارن. ولی الان سوالت اینه که چه گوشی میتونه همچین عکاسی و فیلمبرداری داشته باشه؟ خب معلومه ویوو X300 پرو. ولی خب مگه فقط دوربینه که برای گوشی مهمه؟ تو این ویدیو همه نکاتش رو بهت میگم و زیر و بمش رو برات بررسی میکنم. ویوو X300 پرو از اون گوشیاست که در نگاه اول کلا شوکت میکنه. یه جزیره لنز خیلی بزرگ و مرتفع داریم توی پنل پشتیش میبینیم که حالا توی 3 نسل اخیر همچین طراحی برامون آشناست، ولی روز به روز داره بزرگتر میشه. توی این گوشی میشه گفت تقریبا 30-40% پنل پشتی و این جزیره لنزه به خودش گرفته و همچنین ارتفاع قابل توجهی هم داره. وقتی هم با جزئیات نگاه میکنی میبینید زیرش یه سری نوشته داره، دور تا دورش خطوط حالت لنز دوربین داره که واقعا میخواد حس اینکه گوشه دوربین محور خفنداری رو بهت بده. اما نکته اینجاست، شاید با خودتون مقایسه کنید که آقا جزیره لنز این بزرگتر یا ویوو X20 اولترا. باید بگم قطعاً ویوو X20 اولترا. اون اصلا چیز خیلی عجیبی بود، اصلا اینطوری میتونستی با دستت گوشی رو بگیری. ولی در مقایسه با ویوو X200 پرو این جزیره لنز بزرگتر شده و ارتفاع بیشتری هم داره که خب طبیعیه به خاطر حالا سنسورها و داستاناش که جلوتر همه رو بهت میگم. پنل پشتی گوشی از جنس شیشه است و یه حالت تخت به خودش گرفته. یه حالت مات داره ولی اثر انگوش به خودش میگیره. دستت اگه خیس باشه چرب باشه که قشنگ لکش میمونه، ولی خب اگه قاب استفاده کنی که کلا مشکل خاصی نداره. فرم دوره گوشی هم از جنس آلومینیوم کار شده که لبه‌هاش خیلی جزئی به سمت بغل کرب شده و باعث شده با اینکه گوشی وزن نسبتا بالایی داره تو دستت بشینه. اما نکته اینجاست، من دقت کنید میبینید دیگه در انگشتم روی مرکز گوشی گذاشتم و با یک انگشت گوشی رو در این حالت متوازنی نگه داشتم و میشه گفت یک کوچولو تعادل وزنی داخل گوشی رعایت شده و مثل 15 اولترا شیائومی، مثل خیلی از گوشی دیگه که ماژول دوربین بزرگی دارن، این گوشی هم نسبتا لنگر نمیندازه و اذیتت نمیکنه. همچنین طراحی صفحه نمایشش نگاه کنی لذت میبری. یه صفحه نمایش تخت که دور تا دورش زیاد حاشیه نمیبینی. پانچول دوربین سلفیش هم که به صورت حفره اون بالا قرار گرفته. سنسور اثر انگوشش هم اولتراسونیکه که ببین فوق العاده است. محل قرارگیریش بی‌نظیره. اصلا نیازی نیست دستتو جابجا کنی. از نظر عمل کردم موقع شناسایی کلا یه بار دستتو روش میذاری یه کوچولو تکون میدی و از نظر کارایی هم که خب نگاه کن دیگه خودت سری شناسایی میکنه داخل میره بدون هیچ مکسی، تا دستتو میذاری سنسور اثر انگوش کار میکنه و داخل میشه. گواهی ضد آبش هم که IP6869 که از این نظر خیالتو راحت کرده. در آخرم این گوشی واقعا با کیفیت و خوش ساخته، اصلا شکی درش نیست. حس بهتری نسبت نسل قبلیش ازش گرفتم. ولی نکته اینجاست، من خودم به نظر شخصی من این بود که ای کاش این ماژول دوربین امسال دیگه عوض شه. یه کوچولو طرح جدیدی میدیدیم، مثل اوپو که اومد ترتمیزی گوشه گذاشتش که حالا با توجه به طراحیش و ابعاد سنسورش حالا نمیدونم میتونستن یا نه، ولی ای کاش تو نسل بعدی دیگه خبر از این نباشه که محافظت ازش کردن هم خیلی راحت تر بشه، نری قاب ده لباسشویی دار بخری. صفحه نمایش این گوشی هم واقعا رو کاغذ خفن. پنلی که روش کار شده LTPO AMOLED 120 هرتزیه که حداکثر روشنایی 4500 نیتی میده. ابعاد 6.78 اینچیه و رزولوشن تصویرمون هم 1260 در 2800 پیکسله. محافظی هم که روش کار شده آرمور گلاسه. یه نکته این وسط هست، آقا رزولوشن تصویر و ابعاد صفحه نمایش نسبت به X200 اولترا پایین‌تره و این کلا حس می‌کنم سیاستشه. توی X100 اولترا هم همچین اتفاق افتاده بود، رزولوشنش بالاتر بود. توی اولترا هم رزولوشن تصویر کلا بالاتر میره. اما از نظر عملکرد یکی از خفن‌ترین چیزایی که تا الان دیدم. از نظر دقت رنگ با چشم غیر مسلح که خیلی خوبه، اصلا خیلی انحراف رنگ داخلش احساس نمی‌کنی. رنگ سفید عمق خوبی داره، خیلی انحراف رنگی داخلش ندیدم و از نظر دقت رنگ خیالتو راحت می‌کنم نسبت به X200 پرو واقعا بهتر شده. از نظر اسکرین رفرش هم واقعا خفنه، بهتر از نسل قبلی شده. مثلا فرض کنید توی صفحه اصلی دارید کار می‌کنید، دستتون رو برمی‌دارید، سریع از 120 سویچ می‌کنه روی 1 هرتز که اعداد مختلف هم بینش می‌بینی که از این نظر خوب مصرفاتی تو کم می‌کنه. اما نکته اینجاست که مثلا تو نسل قبلی تو برنامه مثل تلگرام اسکرین رفرش ریت میومد روی 90 و کوچولو از اون روون بودن اسکرول کردن میومد پایین. اما امسال حل شده و 120 هرتز، ولی توی اینستاگرام هنوز 90 و تنها نکته که بود همین بود توی لاک اسکرین 1 هرتز که خیلی خوب مصرفاتیتون رو کم میکنه و توی پلی کردن فیلم مختلف خیلی دقیق عمل نمیکنه، ولی باز به طور کلی تو استفاده عادی خیلی اسکرین رفرش ریت خوبی داره. از نظر روشنایی هم زیر نور مستقیم خورشید من باش کار کردم، به هیچ عنوان اذیتت نمیکنه، به هیچ عنوان.
جزء یکی از روشن‌ترین صفحه نمایشه که من دیدم، اصلا آزاردهنده نبود و میتونم بگم واقعا داره از نظر صفحه نمایش خوب کار میکنه. هم از نظر روشنایی، هم از نظر دقت رنگ، هم از نظر اسکرین رفرش که بعد بگم دیگه چی میخوای. صفحه نمایشش بهتر از X20 پرو، اونم با اختلاف 20% و میگم از نظر خیلی خوب ارزشمنده نسبت X20 اولترا. حالا X20 اولترا رزولوشن تصویرش بالاتر بود، این تنها نکته‌ای که میمونه. حالا باید منتظر باشیم X300 اولترا بیاد. اما به درخواست تراشش صحبت کنیم که یک مقدار دپرس هم کرد. قلب تپندش دایمنسیتی 9500. خب ببین توی تست‌های مصنوعی خیلی خوب عمل کرد، جذاب بود. توی انتوتو بنچمارک ورژن 11 تونست امتیاز 3,574,000 رو ثبت کنه. می‌بینید نمودارش هم که مصرف باتریش منطقی بوده، افزایش دما هم داشته. توی گیگ بنچ 6 امتیاز تک هسته‌ای 3373 و چند هسته‌ای 10451 رو ثبت کرد. بعد از یک رو به استرس هم که من باهاش داشتم 72% پایداری داشت که میگم توی تست مصنوعی اصلا خیلی خوب داره عمل میکنه، مشکلی ندارم باش. اما توی کال آف دیوتی موبایل یه کوچولو منو دپرس کرد. وقتی رفتم تو کال آف دیدم 120 فریم براش فعاله، من گذاشتم رو 120 فریم، رفتم کال آف بشینم توی بتل بازی کنم. آقا توی این بتل یه ساعتی که ما تست گرفتیم من 2 بار افت فریم وحشتناک احساس کردم. من اینطوری بود که قشنگ اومد روی CFS و قشنگ یک لحظه فریز شدن من داخلش احساس کردم در حد 1 ثانیه مکس جابجایی و دقیقاً هم موقع فایت سنگین بود. دور تا دور انمی ریخته، میخوای قشنگ کیل بگیری، یهو همچین باگی خورد که واقعا آزاردهنده بود. من تو نسل قبلش اصلا همچین عملکردی رو ندیده بودم، ولی 2-3 بار میگم قشنگ همچین اتفاقی برام افتاد و ممکنه با آپدیت های بعدی حل بشه. سختگیرانه است این حرفم، خیلی سختگیرانه است، ولی میگم دیدم همچین چیزی و نکتهش اینه که نسبت به اسنپ دراگون های 8 الیت نسل 5 یه کوچولو احساس میکنم گیمش پایین‌تره به نظر من، چون نرسیدم توی بازی مختلف تست کنم. مثلا وان پلاس 15 رو ما تو 3-4 تا بازی تستش کردیم، ولی اینو جا داشتش که بیشتر تست کنم، ولی توی کال آف دیوتی موبایل همچین اتفاق افتاد و نکتهشو گفتم بهتون بگم. ولی در مجموع به نظرم تراشه توی تست مصنوعی خیلی داره خوب کار میکنه. ممکنه این باگی هم که من دیدم با آپدیت بعدی حل بشه. اما نظر رابط کاربری یه سری نکات خیلی باحال داره. همونطور که میدونید رابط کاربر گوشه ویوو اورجینو اس توی رام چینش و الان من اسکرین ریکورد رو روشن میکنم که شما همه چی با جزئیات ببینید. همونطور که دارید این بغل توی اسکرین ریکورد داخل گوشی میبینید یه کوچولو حسال شیشه‌ای داخل گوشی احساس میشه، همونی که آیفون اومد ابداع کرد و توی iOS 26 دیدیم. این قسمت کنترل سنترش رو نگاه کنید دیگه، یه حالت بعد شیشه‌ای داره که باحال خوشگل، واقعا ترتمیز کار کرده و حالا یه کوچولو حالت اسکی داره، ولی من به اون کاری ندارم، من به شخصی سازیاش کار دارم. توی تنظیماتش که میرید این قسمت هوم اسکرین کلی دستت بازه، هر کاری خاصی کنی میتونی بکنی، هر بلایی خاصی سرش بیار، شکل آیکوناتو عوض کن، اسمش رو عوض کن، گردش کن، هر کاری خاصی میتونی کنی. حتی میتونی بیای بری اثر انگشتش و افکتاشو عوض کنی، شکل شناسایی صورت و شکلش رو عوض کنی، کلی شخصی سازی داره و حتی لاک اسکرینش هم میتونین مثلا ساعته رو هر بلای خاصی سرش بیاری، ابعادش رو بزرگ و کوچیک کنی، به این شکلی کنی، خیلی کار میتونی کنی، رنگش و فونتش و دستت توی کاستوم خیلی بازه تو رابط کاربری اورجینو اس گوشه ویوو و حتی این قسمت کنترل سنترت هم میتونی کاستوم کنی، گرد کنی، شکلش رو مربع کنی، هر بلای خاصی سرش بیار. رابط کاربری واقعا شسته رفته و باحالیه. سرعتش هم نگاه کن، بیا اینا که اینطوری تست میگیرن، بیا ما همچین حرکاتی میزنیم، همه رو یکجا با هم میبندیمش. و حالا نکته دیگه در خصوص ای آیاشه، این قسمت تنظیماتش بلو ای آی داره. خب که حالا میبینید اینجا بلو ای آی یه سری کارا میکنه، میتونی خیلی کار خفنی کنی، ولی هیچ کدوم به کار ما نمیاد. بیشتر انگلیسی و چینیه. بیشترین چیزی که میتونید از ای آیش استفاده کنید تو گالری. مثلا من همچین عکسی رو دارم، خب میتونم اینجا قسمت ادیتش بیام، قسمت ای آی کیفیت و وضوحش رو ببرم بالا که نیاز به ویوو اکانت داره. حتما باید ویوو اکانت داشته باشید که ساخت ویوو اکانت خیلی سخت نیستش. میتونم اریزر داشته باشم، گسترش تصویر داشته باشم و کلا رنگش و اینا رو تنظیم کنم، یه حالت بیوتی داشته باشم که میگم توی اورجینوس قبلی رو اندروید 15 همچین آپشنایی نبود، واقعا تونسته ای آیش کوچولو بهینه‌تر کنه، خوب کار کنه و من از این نظر برام جذاب بود. این قابلیت افزایش کیفیتش خیلی میتونه به کارت بیاد. وقتی جو زوم کردی میتونی با این قابلیت جزئیاتشو ببری بالاتر. در کل اینو بهت بگم، رابط کاربری واقعا خفنی، واقعا روون، جذاب، قابلیت خوب و ای آی کاربردی و یک کوچولو اسکی از اپه. باتری این گوشی 6510 میلی آمپره، فناوری سیلیکون کربونه، آداپتور هم تو جعبه‌اش هست، بله 90 وات.
سرعت شارژش واقعا خوبه. رو حالت سوپر فست شارژ از 10% تا 100% کلا تو 45 دقیقه زد که من واقعا راضی بودم از نظر سرعت. از نظر عمل کردم بدک نبود، خوب داشت کار میکرد. توی 1 ساعت کال اف دیوتی موبایلی که من تست کردم 18% کم کرد روی 120 فریم. نکتهش اینجاست توی 1 ساعت وبگردی و اینستاگردی با نور 50% تقریبا 7% کم کرد و 1 ساعت ویدیو آفلاین باش پلی کردم کلا 3% کم کرد که میتونم بگم عملکردش خوبه، ولی خفن ترین و بهترین چیزی نیست که من دیدم. با توجه به ظرفیت باتریش داره خوب کار میده، اذیتت اصلا نمیکنه. اما بیاید در مورد دوربینش صحبت کنیم. دوربین این گوشی واقعا پکیج جذابیه. سنسور تلفوتو به شدت جذاب، اصلی و اولترا واید. سنسور اصلیمون 50 مگاپیکسلیه که دارید ساختشینا رو تصویر همه رو میبینید. سنسور تلفوتومون 200 مگاپیکسلیه که خب سنسور معروفه سامسونگ HPBه که همون نسبتا HP9 خیلی تفاوت نداره، یک کوچولو کاستوم شده فقط همین. و سنسور اولترا واید 50 مگاپیکسلی هم که داریم می‌بینیم اونم ساخت سامسونگ ایشون JM1 ساخت سامسونگ. این گوشی قابلیت فیلمبرداری 8K هم داره بهتون تحویل میده و سنسور سلفی هم که روش کار شده دوباره 50 مگاپیکسلی. در کنار این سنسورهای خفن داریم همکاری زایس و دو تا چیپ پردازشی خفن می‌بینیم به اسم V3 پلاس و VS1 که VS1 برای پردازش ویدیوهاشه و V3 پلاس برای پردازش تصاویر. بریم عکساشو ببینیم، برق از سرت بپره، برگردیم جمع‌بندی کنم. خب بررسی عکسای ویوو X300 پرو رو با سنسور اصلی شروع کنیم. جایی که سنسور اصلی از نظر وایت بالانس واقعا دقیقه، نه محیط به گرمی و نه محیط به سردی میزنه که از این نظر واقعا داره خوب کار میکنه. داینامیک رنجی که تصاویر سنسور اصلی ثبت میکنه واقعا قابل قبول و زیاد این تفاوت رو ما داخل تصاویر احساس نمیکنیم. همچنین از نظر جزئیات وقتی کراپ 100% میزنید سنسور اصلی داره خوب کار میکنه. جزئیاتش واقعا قابل قبوله و میتونه عکس پرجزئیاتی رو توی سنسور اصلی هم بهمون تحویل بده. اما نکته که این وسط هست، من روی حالت ویوید برداشتم عکاسی کردم و دیفالت عکاسی گوشه ویوو رو حالت ویویده، حالت زایس و نچرال هم هست. اما رو حالت ویوید یک مقدار کنتراست تصاویر بالاتر میره و کوچولو شما رنگ‌ها رو پررنگ‌تر دارید احساس می‌کنید و الا از اون نظر وقتی حالت نچرال هم بذارید عکسای خوب و خوشرنگ و پرجزئیاتی رو ثبت می‌کنه. عکاسی سنسور اصلی توی شب هم که بررسی کردیم واقعا تا حدود قابل قبولی نویزها حذف شدن، کنترل نور خیلی خوب داخلش داره انجام میشه، جزئیات باز هم خوبه و وقتی عکس‌ها رو روی سپایه میگیرید خیلی بهتر میتونه محیط رو روشن‌تر و نویزها رو کمتر بکنه و محیط رو پررنگتر و پرنورتر بکنه که از این نظر خب همه گوشه همینه و کلا وقتی هم که میاد توی شب عکاسی کنید حالت نایت مود به حالت دیفالت روشن. عکاسی سنسور اولترا واید جایی که نسبتاً متوسطه، واقعا خفن نیستش. سنسور اولترا وایدش بعضی عکسایی که ثبت میکنه توی روز جزئیات خیلی زیادی ندارن و گوشه تصویرش هم یه کوچولو حالت خمیدگی به خودش میگیره. وایت بالانس سنسور اولترا وایدمون دقیق بود و واقعا نسبت به خیلی از گوشه دیگه که یهو برمی‌دارید سویچ میکنید این تفاوت رو کمتر احساس می‌کردید و نسبتاً دمای رنگی توی سنسور اصلی اولترا یکسان بود. داینامیک رنج توی سنسور اولترا یه کوچولو جا داشت دقیق‌تر باشه و بهتر عمل کنه و همونطور هم که گفتم جزئیاتش واقعا جا داشت بهتر باشه. سنسور اولترا تو شب یه کوچولو ناامید کننده بود. مثلا عکسایی که دارید می‌بینید در مرکز تصویر اصلا جزئیاتی ندارن. این بوت‌ها رو نگاه کنید، یه حالت آب رنگی طور گرفته و اصلا هیچ جزئیاتی ازش نمی‌بینید. نویز تا حدودی کم شده ها، نمیگم تا حد 90% 100% کم شده، اما باز جا داشته بهتر عمل کنه و از نظر وایت بالانس باز نسبتاً دقیقه، ولی در کل آنچنان عکسای خیلی پرجزئیاتی و سنسور اولترا تو شب بهتون تحویل نمیده. عکاسی سنسور تلفوتو جایی که قشنگ ورق برمیگرده و همه چی داخلش خوبه. عکس‌ها توی روز واقعا جزئیات بالایی دارن، دقت رنگی به شدت خوبی دارن و همچنین وایت بالانس و داینامیک رنج اونم مناسبه. همچنین تو شب هم مثلا نویز به خودش نمیگیره، وایت بالانس باز هم دقیقه و جزئیات بالایی هم داره ثبت میکنه. عکاسی پورترش هم با سنسور تلفوتوش که ما گرفتیم واقعا بی‌نظیره. سوژه اگه انسان باشه اصلا سوتی نداره، خیلی خوب میتونه موها، گوش‌ها همه چی از بک‌گراند جدا کنه و سوژه رو خیلی تمیز یه حالت تفکیک شده نسبت به بک‌گراند بده. همچنین روی سوژه‌های به جز انسان مثل گربه اینا هم که ما تستش کردیم باز داشت دقیق عمل می‌کرد و خیلی تمیز اومده بود، تمام سیبیلای این گربه رو شناسایی کرده بود و تونسته بود عکس خیلی خیلی جذابی بهمون تحویل بده. و در کل اگه عاشق عکاسی از طبیعتی، ماکروگرافی و می‌خوای عکس نزدیک یا عکس پورتری بیشتر بگیری با سنسور تلفوتوش، به نظرم ویوو X300 پرو واقعا انتخاب خوبیه. سنسور سلفیش هم نسبت به ویوو X200 پرو واقعا بهتر شد. من دارم جزئیات ابروامو خیلی بهتر نسبت به نسخه قبلش می‌بینم. یه کوچولو صورت صاف میشه ها، ولی در مقایسه با ویوو X200 پرو واقعا بهتر شده. در مقایسه با مثلا گوشی مثل آنر ماجیک 8 پرو واقعا مثلا حرفی برای گفتن نداره، چون اون خیلی خفن بود و جزئیات صورتو خیلی بالا ثبت می‌کرد. فیلمبرداری ویوو X300 پرو هم واقعا بهتر از نسخه قبلی شده. من الان این راشی که از وان پلاس 15 گرفتمو نگاه کنید،
چقدر خفنه، چقدر جزئیات باحالی داره. یا عکس‌ها و ویدیوهایی که بیرون گرفتم و با دقت بیشتری نگاه کنید. لرزشگیر خیلی خوبی داره، سرعت فوکسش خیلی مناسبه و در کل فیلمبرداری به شدت قابل قبول خوبی بهتون تحویل میده. سنسور سلفیش هم فیلمبرداری بدی نداره. رو حالت 4K 30 فریم که تستش کردم، وقتی از یه محیط کم نور به محیط پرنور سویچ می‌کردید، مقداری نورها به هم میریخت تا بیاد درست کنم یک مقدار طول می‌کشید. ولی من هیچ باگ دیگه‌ای ندیدم و میتونم بگم سنسور سلفیش در مجموع واقعا پیشرفت داشته. خب همه نکاتشو گفتم و شنیدید، اما این گوشی واقعا دوربین خفنی داره. نسبت به X220 Pro قطعا بهتر شده، اما بخوام با X220 اولترا برات مقایسه کنم، X220 اولترا سری باگا داشت. مثلا پردازشش خیلی طول می‌کشید، واقعا زمان بر بود. یه سری از اونها حل شده، تو این الگوریتم پردازشش یه کوچولو فرق کرده، بروزتر شده. یه کوچولو توی شب داره بهتر کار میده، توی بعضی جاها توی سنسور تلفوتو. اما نکته اینجاست، X220 اولترا لنز اولترا وایدش واقعا بهتر بود. ساخت سونی بود و اصلا تو شب خیلی عکس بهتری میگرفت. دقیقاً همین چنین اتفاق پارسال من تجربه کردم. X100 اولترا واقعا اولترا وایدش بهتر بود، X220 Pro نه پایین‌تر بود. ولی نمیگم این آشغال بده، نه، واقعا هم داره خوب کار میکنه و میتونه جزء بهترین گوشه دوربین محور سال باشه. ای کاش اوپو فایند X9 پرو بود باش مقایسه میکردم، ولی میخوام با وان پلاس 15 براتون مقایسه کنم، ویدیوش هم به زودی براتون میذارم. اما برسیم سراغ موضوع آخر، یعنی اسپیکر. جایی که به نظر من پیشرفت کرد. داریم اسپیکر استوری میبینیم که در مقایسه با X220 پرو به مراتب اسپیکر پرحجم‌تر و با حجم صدای بالاتری دارم تحویل میگیرم، اما در مقایسه با X220 اولترا نسبت همونه، خیلی فرق نداره. ولی میگم نسبت X220 پرو واقعا اسپیکراش بهتر شده، وضوح و تفکیک صداش یک مقدار بهتر شده، ولی اصلا به پای آنر ماجیک 8 پرو نمیرسه اصلا، یا به پای چیزم نمیرسه، کان پرو اصلا به اونا نمیرسه. در حد مثلا بگم میان رده های شیائومی سریاشون اسپیکر بهتری دارن، ولی باز خیلی بهتر نسل قبلی شده. در کل جمع‌بندی نهایی من در خصوص ویوو X300 پرو، این گوشی واقعا شاهکار هست، دوربین بی‌نظیری داره، دل تو میبره، قشنگ دوست داری 24 باش عکس پروفایل بگیری، کلی کار خفن بکنی. باتریش با تجربه ظرفیتش خیلی خوب داره کار میده. تراشه این باگی که من دیدم به نظرم با آپدیت میتونه حل بشه، ولی اکاش نمیدیدم. قشنگ میگفتم آقا خیلی خفن، خیالت راحت. AI کاربردی داره و کیفیت ساختش، چیزی که من میگفتم آقا اکاش ویوو بیا رو کیفیت ساخت کار کنه، نسبت به نسل قبلی یک مقدار بهتر شد. و میتونم بگم این گوشی اگه انتخاب دوربین محور میخوای داشته باشی ارزش خرید داره. ولی پیشنهاد میدم پیجمو چنل رو سابسکرایب کنی، با وان پلاس 15 مقایسه کنم. اگه اولویتت خیلی دوربین نیست، میخوای گیم بزنی، یه مقایسه داشته باشی بینشون، چون دوربین وان پلاس 15 هم درسته پیشرفت نداشته ولی خیلی چیز بدی نیست. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید، پس منتظر ویدیو بعدی باشید. اگر هم قصد خرید این گوشی خاص رو داشتید، حتما به سایت آیسی موبایل یه سری بزنید. خیلی مخلصیم.